بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله که نهایت بخشاینده و نهایت با رحم هست. خلاص ترجمهش. پس میگیم که در ترجمه بسم الله چند مطلب را باید در نظر بگیریم. یک، ترجمه بسم الله. او روز ابن واعظ گفتیم که گفتیم در تفسیر بسم الله چند جلد بود تفسیرش؟ 10 جلد. تنها تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بود. ترجمه بسم الله. دوم، آیا بسم الله جزء هر سوره هست و یا هم نه؟ 3، خلاصه و نتیجه حکم فقهی بسم الله چیست؟ که همون مسائل داخل نماز و خارج نماز هست. آیا بسم الله آیه مستقل از قرآن هست، جزء هر سوره هست و یا هم نه؟ 4، حکمت ذکر بسم الله چیست در هنگام هر کار خیر؟ 5، فضیلت و برتری بسم الله چیست؟ 6، لطائف بسم الله الرحمن الرحیم کدام ها هستند؟ ترجمه بسم الله. مراد به اسم در اینجا بسم الله، بسم الله تمامی اسمای نیکوی الله است. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. تمام اسمای الله است، اسمای نیکوی الله است و اسمای الله همش نیکو هست. چرا؟ دلیل ای از قاعده ادبیات عربی گرفته شده. در زبان عربی، در لغت عربی قاعده است که لفظ اسم مفرد و مضاف می باشه. در اینجا هر مفرد ذکر شده اسم، هم مضاف شده به الله. هرگاه که اینمی رقم شد که اسم مفرد و مضاف واقع شد، عموم را افاده میکنه. لذا تمامی اسماء الحسنا را در بر میگیره. ترجمهش پس اینطور میشه: آغاز میکنیم به جمیع اسماء حسنا و نیکوی الله. بسم الله آغاز میکنیم به تمامی اسماء نیکوی الله، اسماء حسنای الله. 2 یا ب میگیریم. عده از علما حرف با را در بسم الله بر الصاق و مصاحبت میدانند. الصاق پیوست، مثل که در اعوذ بالله هم ترجمه کرده، و مصاحبت یک چیز بودن، با هم پیوست بودن میدانند. اینطور ترجمه میکنند در صورت که با را بر الصاق و بر مصاحبت بدانند. باز ترجمه بسم الله ایتو میشه: متبرکا بسم الله اقرأ. متبرکا بسم الله اقرأ. متبرک و اسم الله با اسمای نیکوی الله اقرأ میخوانم. و آنانی که ایره بر استعانت میدانند میگه با بخاطر استعانت هست، بخاطر الصاق و بخاطر مصاحبت نیست.
باز بسم الله را اینطور ترجمه میکنن که بسم الله استعین، به نام های نیکوی الله ما از الله کمک میخواهم. استعین، کمک میخواهم به الله در تلاوتش. مطلب دوم، آیا بسم الله جزء هر سورت هست و یا نه؟ علمای کرام در این مورد با هم اختلاف دارند که آیا بسم الله الرحمن الرحیم آیه مستقل از قرآن هست یا جزء هر سوره هست، آیه مستقل هر سوره هست، و یا هم تنها آیه مستقل از سوره فاتحه است یا خیر. به خاطر فهمیدن این سوالا به نصوص و اقوال علما برمیگردیم. الف، ابو داود از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که کان النبی صلی الله علیه و سلم، بود پیامبر صلی الله علیه و سلم، لا یعرف فصل السوره، نمی فهمید جدایی بین دو سوره را در کجا خلاص شد و سوره دیگه شروع میشه، حتی تا اینکه تنزل علیه بسم الله الرحمن الرحیم، تا که نازل شد بالایش بسم الله الرحمن الرحیم. پس وقت کلمه نزول که آمد بنابرای دلیل معلوم میشه که خیلی بسم الله جزء از قرآن هست. جزء از قرآن خوبیازی هست، آیه مستقل از قرآن و همین قسم فصل در بین هر سوره هست، فصل در بین هر سوره هست و جزء هر سوره هست. با ابن خزیمه از ام سلمه رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسم الله را در اول سوره فاتحه خوانده، بسم الله را در آغاز سوره فاتحه خوانده و این را اولین آیه از سوره فاتحه دانسته. جیم، از ابن عباس، ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، ابو هریره و علی رضی الله عنهم اجمعین روایت است که نزد آنها بسم الله جزء هر سوره بوده غیر از سوره توبه. غیر از سوره توبه دیگه بسم الله جزء هر سوره هست. و اینمی قول از تابعین، از عطاء ابن ابی رباح، طاووس بن کیسان، سعید ابن جبیر، زهری، عبدالله بن مبارک کتاب تابعی است، امام شافعی کتاب تابعی است، اسحاق بن راهوی و یک قول از امام احمد رحمهم الله بیان شده. دال، به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله و امام مالک رحمه الله بسم الله نه این که از سوره فاتحه نیست بلکه از جزء از هر سوره دیگه هم نیست. اونا میگن نه که بسم الله جزء یا آیه مستقل از الحمدلله نیست بلکه ای از جز یا چیز هر سوره نیست، از دیگه سوره های قرآن هم نیست، مگر نصف آیه از سوره نمل هست. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نمل آیه سیوم. آیه سیوم دلیلشان چیست؟ دلیل این دو بزرگوار حدیث انس بن مالک است رضی الله عنه که فرمود صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، نماز خواندم ما امرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امرای ابو بکر صدیق
و امرای عمر و عثمان رضی الله عنهم اجمعین فلم اسمع احدا منهم، من نشنیدم از یکی از ایشان یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم که میخوان بسم الله الرحمن الرحیم را، هیچ کدامش نخوانده. حدیث را مسلم و امام احمد در مسندش روایت کرده، سندش قوی هست. مذهب احناف با مالکی ها کمک فرق داره در اینجا. اینقدر فرق داره که احناف ما میگیم که منفرد کسی که تنها نماز میخوانه، منفرد بسم الله را همراه فاتحه در هر رکعت نماز آهسته بخوانه، بخاطر که از قرآن هست مگر جزء هر سوره نیست. مالکی ها میگن که در نمازهای فرضی چی جهری باشه و یا هم خفیه، چی در ابتدای فاتحه باشه و یا هم در ابتدای دیگه سوره ها، بسم الله را نخوانه، بسم الله خوانده نمیشه مگر فقط در نمازهای نفل قرائتش آمده، مثل که اعوذ بالله گفتیم، این را جایز میدانه. همه این اقوال را تفسیر منیر که دیروز گفتیم از وهب زهیلی در 16 جلد هست، الله مغفرتش بکنه، جلد 1 صفحه 47 مکتبه حقانی پشاور نقل کرده. امام قرطبی رحمه الله در تفسیرش ضمن نقل اقوال فقها به شکل بسیار مفصل ترجیحی را میده که والصحیح من هذه الاقوال قول مالک، صحیح ترین از این اقوال قول امام مالک هست، لأن القرآن لا يثبت باخبار الآحاد، بخاطر که قرآن به اخبار واحد ثابت نمیشه، و انما طریقه التواتر القطعی، طریق ثابت شدن قرآن متواتر قطعی هست، الذي لا يختلف فيه که در هیچ کس اختلاف نکرده، ولكن هذا غیر ظاهر، ولی این در اینجا ظاهر نیست، لأنه ليس بلازم تواتر كل آیت، لازم نیست تواتر همه آیات. بعد قرطبی از ابن عربی که روز گفته بودیم نه، ابن العربی مالکی که احکام القرآن داره نقل میکنه و یکفیک و کافیست به تو انها لیست من القرآن، کی از قرآن نیست، یعنی جز هر سوره نیست، اختلاف الناس فیها، اختلاف علماء در این مورد، والقرآن لا تختلف فیه احد، در قرآن هیچ کس اختلاف نداره همه آیات، پس در چیزی که اختلاف آمد معنایی که از قرآن نیست. لا يختلف فيه والاخبار الصحاح، و آن خبرهایی که صحیح است، التي لا مطعن فيها که طعن دو نیست، دلالت میکنه به این که ان البسمله لیست بآیه من الفاتحه، بسم الله آیه از فاتحه نیست، ولا من غیرها و نه هم از دیگه سوره ها، الا فی النمل وحدها، مگر تنها از سوره نمل. روى مسلم عن ابی هریره، روایت کرده مسلم از ابو هریره رضی الله عنه، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، که میگه ما شنیدم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگفت، قال تعالی، الله عز وجل فرموده در حدیث قدسی، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، ما تقسیم کردم نماز را، الله میگه، در بین خود و در بین بنده ما نصفین، بدو نصف، ولی عبدی ما سأل، و به بنده ما هست آن چیزی که میخواه، فاذا قال العبد، هر وقت که بنده ما گفت الحمد لله رب العالمین، قال تعالی حمدنی عبدی، بنده ما مرا حمد گفت، و اذا قال الرحمن الرحیم، وقتی که بنده میگه الرحمن الرحیم، الله عز وجل میگه که اثنا علی عبدی، ثناه بیان کرد بر من بندیم، الحدیث تا آخرش. این حدیث در فضائل سوره فاتحه انشاءالله بر موج مفصل میه. مسلم کتاب الصلاة حدیث 400 باب 14 قرطبی را نقل کرده در جلد 1 صفحه 90.
در حدیث شریف محل استشهاد اینمی است که ابتدای فاتحه از الحمدلله شروع شده، نه از بسم الله. ابتدای سوره فاتحه را از الحمدلله گفته و اذا قال عبدی الحمدلله، نگفته که و اذا قال عبدی بسم الله. عبدالله بن مبارک میگه که بسم الله آیه مستقل از هر سوره هست. عبدالله بن مبارک رحمه الله شاگرد امام ابو حنیفه بود در اول، پسان خودش مجتهد مطلق به اصطلاح از تقلید امام ابو حنیفه برآمد و یکی از محدثین کبار هست رحمه الله. کتابهای خوبی داره، از جمله یک کتابش به نام کتاب الزهد هست، بهترین کتاب هست در سلوک، در زهد، در تقوا یا در تصوف که بگوین. امی قسم کتاب دیگه داره به نام کتاب الجهاد، تمام احادیثی که مربوط به جهاد است، تقریبا انشاءالله که 200 چند حدیث است، مرا فراموشم نشده باشه، او را کلش در یک مجلد که مربوط به جهاد است، فضائل جهاد، احکام جهاد، همه را یک جا کرده. و ای از کوفه هست. این میگه که بسم الله آیه مستقل از هر سوره هست و استدلالش به حدیث داره که مسلم از انس رضی الله عنه روایت میکنه. انس بن مالک میگه که در بین ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود ذات یوم بین اظهرنا فاذا اغفی اغفاء، وقتی که کمک خوابش برد یا رفت پینکی، ثم رفع رأسه متبسما، باز پیغمبر علیه السلام سر خود بلند کرد در حالی که تبسم میکرد. فقلنا، ما گفتیم ما اضحکک یا رسول الله، چی چیست تو را متبسم ساخت، خندانید ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که نزل علی آنفا سورة، آل سر ما یک سوره نازل شد، پس خوان که بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. پس اینجا سوره کوثر از بسم الله شروع کرد، نه از انا اعطینا. پس معلوم میشه که بسم الله جزء هر سوره هست. البته این دلیل عبدالله بن مبارک هست، خود از یک نفر، دلیل جمهور نیست. ما به نظریه هر کدام احترام میگذاریم، به اجتهاد هر کس، هر امام احترام میگذاریم و نام هر امام را زمانی که ما میگیریم اگر نظرش تایید بکنیم و یا هم نه، ما میگیم رحمه الله. امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام اوزاعی رحمه الله، امام داود ابن علی رحمه الله که امام اهل ظاهر هست. پس هر عالم را نظرش را چی شما میگرفتین و یا هم نه، خب زمانی که نظرش نقل میکنین امرایش رحمه الله بگوین. این از ما و شما چیزی کم نمیشه. ای که اجتهاد کرده مصیب بوده و یا هم خطا، او را به کی میگذاریم؟ به الله. اجتهاد خدا کرده. پیامبر علیه السلام میگه که با مجتهد 2 اجر است، اگر مصیب بود، اگر نه که مصیب نبود به خطا رفته بود، یک اجر اجتهادش خو هست، کوشیده غلط شده، خطا شده، انسان از خطا میشه خلاص. پیغمبر خو نیست که معصوم باشه، معصوم نیست غیر انبیا کسی. مثل که قبلا اشاره نمودیم شوافع و حنابله بسمله را، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم را آیه از سوره فاتحه میگوین و امی قسم در نماز قرائت از را واجب میگن، مگر در بینشان اینقدر فرق هست در بین حنابله و در بین شوافع رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین. مانند که احناف میگوین، البته حنابله مثل مذهب احناف رحمهم الله میگه که باید سری خوانده شود نه جهری. بسم الله را در نماز بخوانه اما سری بخوانه، نه جهری، بلند نخوانه. دلیلشان است که که سوره فاتحه باید سری خوانده شود است که دارقطنی از ابی هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که فرمود اذا قرأتم، هر وقت که شما خواندین الحمدلله را میخواندین،
اذا قرأتم الحمد لله رب العالمین فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحیم. پس شما بخوانید بسم الله الرحمن الرحیم را، بخاطر امی که انها امی بسم الله ام القرآن و ام الکتاب. این به هر دو دلالت داره، و هم به سوره فاتحه و هم به چیز به بسم الله. پس اینجا بسم الله را گفته. امی سوره فاتحه ام الکتاب هست و سبع المثانی هست، و بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. و بسم الله الرحمن الرحیم احد آیاته، یک آیاتها یکی از آیاتش هست، سند حدیث صحیح است. و ای که بسم الله الرحمن الرحیم جهر خوانده می شوه و یا هم نه، ای که جهر خوانده شوه که امام شافعی می گفت با مذهب احمد بن حنبل عمیق فرق داشت. دلیلشان ای است که آن چیزی که از ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل هست، آن چیزی که از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، جهر کرد به بسم الله الرحمن الرحیم. و هم ای که خوانده میشه این به خاطر که آیه از قرآن هست و او بعد از تعوذ خوانده میشه، پس از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خوانده میشه. به می خاطر لذا طریقه قرائتش جهر هست که امام شافعی میگه مثل دیگه آیات سوره فاتحه، مثل که دیگه آیات سوره فاتحه را جهر میخوانیم، پس این را هم جهر بخوانیم. امی قسم در مورد بسم الله که آیا آیه مستقل از هر سوره هست و یا هم نه، در یک قولش از امام شافعی رحمه الله بسم الله را آیه مستقل از هر سوره میدانه، و به قول دیگیش بسم الله را نه تنها که آیه مستقل از سوره فاتحه میدانه، نه از دیگر سوره ها. میگه فقط ای از سوره فاتحه هست، از دیگر سوره ها نیست. باز هم تفسیر منیر جلد 1 صفحه 48. داود بن علی که امام اهل ظاهر هست، امام داود ظاهری کسی که مذهب اهل ظاهر را بنیانگذاری کرد و با تأسف که کتاباش بعد از او کلش در داده شد، نماندن. مذهب اهل ظاهر باز از بین رفت، تا ای که بعد از این ابن حزم اندلسی آمد و آرای داود ظاهری را از مجموعه دیگه کتابا که بود همیشه جمع کرد، مذهب اهل ظاهر را دوباره پایه‌گذاری کرد. ابن حزم اندلسی و همین قسم کتابای بسیار مفصل داره. یکی کتاب فقهیش المحلا هست، از المحلا از ابن حزم اندلسی در فقه ظاهری بهترین کتاب هست. اما مشکل ابن حزم فقط چی بود؟ رحمه الله. ما رحمه الله برش میگیم. مشکلش فقط همین قدر بود، از امام داود بن علی ظاهری که از ابن حزم اندلسی که هرگاه که نام ائمه را میگیره، باز با کسایی که با رایش مخالف هست اونا را با بسیار الفاظ کریه یاد میکنه. یعنی سوی ادب زبانی داره. و این در جمله غیبت نمیه، این کار علمای جرح و تعدیل هم کرده. پس فقط بهترین کتاب هست، اما امرای علمای بزرگ در حساب زبانی سوی ادب داره. مثلا میگه فقه زمانی که به ابو حنیفه و مالک رسید، از او فقه شما دیگه دست بشوین، دیگه او فقه نیست. امی قسم بعض جاهای دیگه. اما مطالب خوبی در کتابش هست که نمیتونیم ما به خاطر یکی دو تا گپش همه کتابش رد بکنیم. المحلا از ابن حزم بهترین کتاب در فقه هست. الفصل فی الملل فی الاهواء و النحل، در شناخت مذاهب، در شناخت ادیان، در شناخت فرقه ها بهترین کتاب هست. دو تا الفصل فی الملل، یکی از ابن حزم هست که پیش ما هست، یکی از شهرستانی هست. هر دوش کتابای ارزنده هست در شناخت مذاهب و شناخت فرقه ها. داود بن علی امام اهل ظاهر میگه که بسم الله یک آیه مستقل هست که در ابتدای هر سوره نوشته میشه و از اون سوره شمرده میشه.
این را نقل کرده اکرام الدین بدخشانی در تفسیر اظهر البیانش جلد 1. مطلب سوم خلاصه و نتیجه حکم فقهی بسم الله چیست؟ خلاصه و نتیجه حکم فقهی بسم الله الرحمن الرحیم از مجموع اقوال ذکر شده کل معلوم میشه و همین قسم اقوال و آثار که جزاک الله خیر پیشتر ذکر شد در کتاب‌های تفسیر و شروحات حدیث و کتاب‌های ضخیم فقه مذاهب اطر آمده به نزد پس خلاصی شمی هست که قدره که گفتیم به نزد امام شافعی و تعداد از صحابه رضی الله عنهم اجمعین و تابعین کبار بسم الله الرحمن الرحیم باید جهران در ابتدای هر سوره خوانده شود در نماز. به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله و جمعی غفیر از علمای دیگر رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین بسم الله در نماز جهران خوانده نمیشه و اینمی قول خلفای ثلاثه ابو بکر و عمر و عثمان هست و جمهور تابعین می باشه. استدلالشان امیست که امام مسلم از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنن که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود پیامبر صلی الله علیه و سلم یستفتح صلاته آغاز میکرد نمازش را به تکبیر با الله اکبر گفتن و قرائت را آغاز میکرد به الحمد لله رب العالمین. پس نگفت که کان یستفتح صلاته بالتکبیر و قراءته بسم الله الرحمن الرحیم، نگفت، بلکه گفت که قرائت خود را آغاز میکرد به چی؟ با الحمد لله رب العالمین. آنانی که جهر خواندن بسم الله را در نماز قائلند از صحابه کرام ابو هریره، ابن عمر، ابن عباس، معاویه و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین و با قول دیگر عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین قائل هستند که باز علی برای عمر در جایش بیه رضی الله عنهم. و از تابعین سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر، اکرمه، علی ابن حسین، علی ابن حسین ابن علی یا علی ابن حسن ابن علی، محمد ابن سیرین و جمع غفیر از علما رحمهم الله. استدلالشان حدیث است که در سنن نسائی و همی قسم صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمه و مستدرک حاکم از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده که در نماز خوان و در قرائتش گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله را ابو هریره جهر خوان و بعد از قرائتش فرمود که اینی لاشبهکم صلاة برسول الله صلی الله علیه و سلم. اینی ما لاشبهکم، خامخا ما به شما مشابه میخوانم به نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما جواب عزیز که تعداد غفیر از صحابه بود، تنها ابو هریره شنیده بود. ابو هریره رضی الله تعالی عنه کسی که فقط 3 سال یا 3.5 سال قبل از وفات پیامبر علیه السلام ایمان آورده. به او خاطر فقها، جمهور فقها این حدیث ابو هریره را به حساب جواب میگن. خلاصه ای که علمای کرام از مجموع احادیث اخذ نمودن که بسم الله جهر خوانده شود و یا هم خفیه خوانده شود، به می اختلاف کردن. نکته قابل بحث در این جمعی است که نهایتا خواندن بسم الله سنت است. اگر کسی جهر خواند هم خوانش آباد، اگر کسی خفیه خواند هم خوانش آباد. به مو خاطر قاریا در نماز تراویح وقتی که میخوانند در بعض سوره ها بسم الله را به جهر میخوانند. خاصتا
به شکل استحبابی بهتر است که در سر سوره اقرا وقتی که ما در ختم ماه رمضان رسیدیم بسم الله را به جهر بخوانیم و یا هم علی الاقل در سر یگان سوره دیگه بلند بخوانیم تا که جمع بین احادیث شود، به همه احادیثی که در این مورد آمده عمل کرده شود. پس اینطور نیست که اگر کسی جهر خوان بگویی نمازت نشد، اگر کسی بسم الله را خفیه خواند بگویی نمازت نشد. نه، در حرمین بسم الله را کاملا خفیه میخوانند. آل هم به مو مذهب جمهور روان هستند. الحمدلله. مطلب چهارم، ذکر حکمت بسم الله الرحمن الرحیم چی هست؟ الله عزوجل تمامی سوره های قرآن را بجز فقط سوره توبه با بسم الله آغاز کرده. ای به خاطر تنبیه و اشاره به ای که هر آن چیزی که در این سوره هست حق هست. تنبیه میکنه به ما، خبر میده به ما، اشاره میکنه به ای که هر آن چیزی که در این سوره هست حق هست و وعده صادق الله با بنده هایش هست. الله عزوجل با او وعده هایش وفا میکنه. هر آنچه که این سوره در بر داره و همچنان بنده هایش را ارشاد و راهنمایی میکنه با استحباب ابتدای هر عمل خیر و بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان بنده از الله لا یزال به توفیق و معاونت الله عزوجل در تمامی کارهای خیر و مخالفت بنده همراه کارهای شر، کارهای ناروا، همراه کارهای غیر مؤمنین، آنان که اعمالشان را به ذکر اسماء لات و عزا و منات، با ذکر اسماء خداهای باطلشان و خودساختهشان آغاز می نمود. بنده مؤمن و مسلمان آغاز کار خیر خود را به ذکر الله متعال، به ذکر نام الله متعال، الله که بمثال هست، بمانند هست، همیشه بود و همیشه هست، آغاز میکنه. عده از علما میگه که ان بسم الله الرحمن الرحیم تضمنت جمیع الشرائع. بسم الله الرحمن الرحیم در بر دارد تمام شرایع آسمانی را، از آدم تا خاتم، از نوح تا خاتم. لانها زیرا این بسم الله تدل علی الذات و علی الصفات، دلالت میکنه هم به ذات الله که نام الله هست و هم به صفاتش که رحمان رحیم هست. مطلب پنجم، فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟ حضرت علی رضی الله عنه میگه که بسم الله انه شفاء من کل داء. بسم الله شفا است از هر مرض و عون علی کل دواء، کمک است به هر دوا. هر دوا را که دکترم برات داد که میخوردی در آغاز دوا بسم الله بگو. اگر 5% دوای دکتر کار بکنه باور بکن 95% 99%ش بسم الله کار میکنه. دوا را که میخوری بسم الله بگو. دکتر که دیندار باشه زمانی که مریض عملیات هم میکنه، معاینه هم میکنه، بسم الله میگه. یه هم به مو معاینش کمک میکنه و هم به تشخیصش کمک میکنه و هم به تداویش کمک میکنه. داریم ما دکترای الحمدلله دیندار و مسلمان و با اخلاص که وقت شروع میکنه میگه بسم الله. خود تعداد ازی بسم الله فقط به خاطر جلب امو فیسشان است که در سر نسخهشان نوشته کرده هو الشافی، به زبانشان نیست، فقط دمو چاپ شده خلاص. نه، بسم الله را به زبان بگو. دکتر صاحب عزیز، زمانی که مریض پیشت آمد باینه میکردی، فشارش میدیدی، قلبش میدیدی، عملیاتش میکردی، با بسم الله شروع بکو، این عملیات موفقانه می باشه. بسم الله انه شفا هست من کل داء، از هر مرض،
و عون على كل دواء، کمک است به هر دوا. و اما الرحمن، و هرچی رحمان که هست، فهو عون لكل من آمن به، عون کمک است به هر کسی که ایمان داره به الله رحمان. و هو اسم لم يسمى به غیره، رحمان اسم است که به این اسم غیر الله هیچ کسی دیگه مسما نمیشه. و اما الرحیم، و هرچی رحیم که هست، فهو لمن تاب و آمن و عمل صالحا، به کسی هست که ایمان داره به الله، توبه میکنه و ایمان خود را تجدد میکنه و عمل شایسته انجام میده. تفسیر منیر مرجع پیش. و اما حدیثی که پیامبر علیه السلام روایت است که ما همیشه او را در سر هر کتاب میخوانیم، کل امر ذیبال، هر امری که زیبال باشه، زیبال یعنی در امور خیر، امور خیریه، لا یبدأ فیه بسم الله الرحمن الرحیم، و شروع نکنه به بسم الله الرحمن الرحیم، اقطع هست. این حدیث ضعیف است. عبدالقادر زهاوی رحمه الله در اربعینش از ابو هریره رضی الله عنه این روایت کرده و این حدیث ضعیف است. مطلب ششم، لطائف بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟ یک، لطائف کسایی که نوقت رمضان، لطائف جمع لطیفه هست. لطیفه باریکی ها، نکته های جالب، مثل که در اعوذ بالله داشتیم در بسم الله هم داریم. یک، زمانی که نوح علیه السلام در کشتی سوار شد گفت بسم الله مجریها و مرساها، و با گفتار به این کلمه نجات یافت. پس هر کسی که در طول عمرش به این مداومت میکنه حتما کامیاب میشه. دو، سلیمان علیه السلام با نوشتن انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم که آیه 30 سوره نمل بود، مملکت سبع را و قصر بلقیس تصرف کرد. سه، بسبب اختیار ایس اسم الله، الرحمن الرحیم، در تسمیه ای است که مخاطبین از مؤمنین در قرآن کریم هم سه صفت می باشند، به سه صنف می باشند. یکی ظالم لنفسه، کسی که بالای نفس خود ظالم هست. مقتصد، میانه رو. سابقون، کسایی که حسناتش از سیئاتشان بیشتر هستند. سوره فاطر آیه 32 ذکر کرده. لذا الله عز وجل عطا کننده هست. الرحمن عفو کننده هست از لغزشات اولیاء. رحیم گذشت کننده هست از جفا و ظلم، از جفا و ظلم. این اشاره به کمال رحمت الله است. هر وقت که نامای الله را میگیرین یک قسم بگیرین که بفهمین از قلبتان میخیزه. خواه این خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. مثل که تکلیف سینه یا تکلیف قلب داشته باشی، دکتر برات بگوید نفسهای عمیق بکش. هر قدر نفس عمیق بکشی همه قدر راحت میشی، ششت راحت میشه. هر قدر که الله میگی الله الله، از قلبت ایره بکش، از قلبت ایره بگو. دو قلب شیطان کار نمیکنه. خورترکا گپ نه باز میکشه میتونه رو زوره. او صفحه دوم، الله از قلب بگو، از تای قلب بگو. الله عطا کننده هست. رحمان عفو کننده هست.
رحیم گذشت کننده هست از ظلم و جفا. این کل اشاره به کمال رحمت الله است. گویا که الله عزوجل بنده خدا اینطور میگه که این حدیث است، خو من در توبه گناهان تو مطلع هستم، از همه گناهایت خبر دارم. تو اینطور بنده ظالم هستی، اینطور گناهکار هستی که اگر پدر و مادرت از او آگاه شوند تو را از خود جدا میکنن، از تو جدا میشوند. ای بنده اگر همسرت آگاه شود از تو دور میشه. ای بنده اگر کنیزت و غلامت از او آگاه شود از تو فرار میکنه، پیش مادر خود نمی باشه. ای بنده اگر همسایت از او آگاه شود در تخریب خانه‌ات کوشش میکنه، میکشه. اما من الله میگه الله با وجود این گناههای تو که به همش من مطلع هستم، با لطف و کرم خود تو را ستر میکنم. همسایت خبر نمیشه، پدرت خبر نمیشه، مادرت خبر نمیشه، خانمت خبر نمیشه، شوهرت خبر نمیشه، بچیت خبر نمیشه، پدرت خبر نمیشه، کنیزت خبر نمیشه، غلامت خبر نمیشه. ستر میکن تا بدانی که ما الله کریم و رحیم هستم. هر کدام وقت خود فکر کنیم که چقدر گناه داریم که میشرمیم، به خدا قسم چقدر گناه داریم که میشرمیم. ما که خود گناه هایی دارم که زیاد میشرمم، که دعا میکنیم که الله تو ستار هستی، ستر بکن. تو غفار هستی، بخشش بکن. این حلقات ما نه حلقات درسی هست، خو حلقات تربوی هم هست، تزکیه هم هست. کل از این درس های تزکیه هست که تو خود فکر که چقدر گناهکار هستی. خو الله تو را ستر کرده، مرا ستر کرده. پس الله میگه که من کریم و رحیم هستم. 4 علت دیگه در قرار گرفتن این سه اسم ای است که اسم الله موجب ولایت هست. سوره بقره آیه 257 میگه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. امی قسم در سوره مریم آیه 96 میگه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اسم رحیم، اسم رحمان موجب مودت هست، مثل که گفتیم. اسم رحیم موجب رحمت هست، موجب رحمت هست. و کان بالمؤمنین رحیما. سوره احزاب آیه 43 میگه. پنجم سبب خواه از عروه فرغانیه که یکی از زنان زاهده بود پرسیده شد که چه حکمت است که جناب حائزه و نفاسه از خواندن قرآن منع شدند ولی از بسم الله گفتن منع نشدند؟ جواب چیست؟ چقدر جواب عالمانه گفت. در جواب گفت که زیرا در تسمیه ذکر نام حبیب هست، الرحمن، الرحیم، الله. و حبیب از گرفتن نام حبیب هیچ وقت معنی نمیشه. 6 ای که سوره توبه مشتمل بر
دستور و احکام قتال بود. از این خاطر در ابتدایش تسمیه نوشته نشد و ذکر نگردید. همچنان سنت هنگام ذبح این است که بسم الله الله اکبر گفته شود. روی حکمت است که هنگام قتل و قتال و ذبح ذکر رحمان و رحیم گفته نمیشه. وقتی که ما گوی را ذبح میکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، نمیگیم بسم الله الله اکبر میگیم. وقتی که در جنگ به طرف دشمن میدهیم بسم الله الرحمن الرحیم نمیگیم، بسم الله الله اکبر میگیم. هفتم، باید بدانیم که نکته مشترک در میان استعاذه و بسمله، تعوذ و تسمیه، این است که شیطان دشمن حقیقی و قسم خورده انسان هست. مثل که در سوره فاطر آیه 6 می فرماید الله عزوجل ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. و رحمان مولا و خالق و مصلح تمام امور انسان هست و به طور یقینی که انسان از نزدیکی و همجواری دشمن فرار میکنه و به بارگاه دوست غالب پناه میبره و در اوجا استقرار حاصل میکنه. لذا روی اینمی اساس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مقام فرار از دشمن است و بسم الله الرحمن الرحیم مقام استقرار در بارگاه خالق لایزال هست و ملک جبار هست. هشتم، علما میگن که نکته مشترک در میان تعوذ و تسمیه ای است که الله در سوره واقعه آیه 79 در وصف قرآن می فرماید که لا یمسه الا المطهرون. طبعا انسان در زندگی روزمرهش کم و بیش تعلقش با غیر الله هست دیگه. تعلقش با غیر الله بوده میتونه و هم زبانش بغیر از اذکار و نام الله به چیزهای دیگه آغشته باشه. لذا یک نوع آلودگی و پلیدی در زبانش پیدا شده، با کلام الله مناسب نیست. پس ایجاب میکنه که قبل از آغاز به تلاوت زبان و قلبش پاک بسازه و اینمی پاکی به اعوذ بالله پیدا میشه. و باید بگوییم که این آلودگی معنوی هست و به سبب وسیله معنوی باید پاک شود. وقتی که نجاست آلودگی ظاهری میاد با آب ما پاکش میکنیم، حسی را با حسی. اعوذ بالله وسیله معنوی هست. هرگاه که این آلودگی پاک شد قرآن باز در قلب کار میکنه و لازم است که تا بعد از پاکی باز قرآن بخوانه و مناسب است که با خواندن بسم الله الرحمن الرحیم تلاوتش را آغاز کنه. علما میگویند که نکته مشترک دیگر میان بسم الله و اعوذ بالله است که الله شیطان را برجیم مطرود از رحمت الهی صفت نموده و برای بندش میگه که اونمو شیطان رجیم هست و من رحمان و رحیم هستم. پس خود را از شیطان رجیم دور بساز و بر رحمان و رحیم پیوند بده. از شیطان رجیم خود دور بکو، بر رحمان و رحیم خود پیوند بده. ای بود مطالب عمده اعوذ بالله و بسم الله. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.